إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برادران عزیزم، جوانان ارجمند، همه شما را به این روز مبارک، روز اجابت دعا، تبریک و تهنیت میگویم و از خداوند جل و علا طلب توفیق مینمایم که همه ما و شما را در شکرگزاری نعمتهایش کامیاب و موفق بگرداند. برادران عزیزم، چنانکه که شما میدونید، امروز روز نهم ماه محرم است، ماهی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این ماه را نسبت به پروردگار جل و علا دادند. شهر الله المحرم، ماه خداوند، ماه محرم. و این ماه محرم برادران عزیزم یکی از 4 ماه حرام است. خداوند جل و علا در قرآن میگوید که یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. خداوند جل و علا وقتی که زمین و آسمان را آفرید، این وقت را در 12 ماه معین کرد، تنظیم کرد و از این 12 ماه 4 اون را محترم و بزرگ گردانید که در این 4 ماه جنگ کردن، یکدیگر را رنجانیدن و گناه کردن خیلی چی دارد؟ گناهی بزرگ است. 4 ماه حرام کدام ماه هستند برادران عزیزم؟ ذوالقعده، ذوالحجه، ماه محرم که ما و شما در آن قرار داریم و ماه رجب است. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیحشان می‌فرمایند که افضل الصیام بعد رمضان شهر الله المحرم. بهترین روزه بعد از روزه ماه مبارک رمضان این روزه داشتن در ماه محرم، ماه خداوند جل و علا است. بهترین روزها در این ماه محرم روز 10. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام مسلم روایت میکنند تحت رقم 1162 میفرمایند صیام یوم عاشوراء، روزه داشتن روز 10، اینی احتسب علی الله ان یکفر السنة التي قبله. امیدوارم که الله جل و علا با واسطه روز 10 گناه‌های یک سال گذشته را بیامرزد. یعنی ما به سبب روزه داشتن در روز 10، روز عاشورا، در این روز چی رویدادهای شدگی است که در این روز روزه می‌دارند. در این روز خداوند جل و علا حضرت موسی و قومش بنی اسرائیل را از ظلم و ستم فرعون و فرعونیان نجات داد. پس پیش از اسلام یهودیان این روز را روزه می داشتند. پیامبر محبوبمان در حدیثی که امام مسلم روایت میکند فرمودند اگر من سال دیگر در حیات باشم روز 9 را روزه می دارم، تا اینکه یک فرقیتی بین اسلام و دیگر دین ها باشد، یعنی یک جای نباشند، مانند نباشند. پس این روز 9 ماه محرم است و هر کسی که امروز رو روزه داشت خوش به حالش. و فردا روزی مهمترین است که روزی 10، روز عاشورا است. هر کسی که روزه میگیرد خداوند جل و علا گناهان یک ساله گذشته او را می‌آمرزد. پس این خبر را به خانواده‌تون برسانید تا از این فضل و از این رحمت پروردگار جل و علا برخوردار باشند، بهره‌مند باشند. پس برادران عزیزم، در این روز نیکی ها
اجر و پاداشش زیاد است. در این روزها، در این ماه محرم باید زیاد روزه داشت، مخصوصا روزهای دوشنبه و روزهای پنجشنبه. در این روز باید زیاد استغفار گفت. در این روز، در این ماه‌ها باید صله رحم را باید به جا آورد. از خویشاوندان، از احوال آنها باید با خبر بود. در این روز، در این ماه باید ما دست یتیمان و فقیران و کمبزاعتان را بگیریم، آنها را کمک کنیم. روزه داشتن یعنی چی؟ روزه داشتن، انسان نباید معده‌اش تنها روزه دار باشد. اگر تنها معده‌اش روزه باشد اما اخلاقش، چشمانش، نگاهش، صحبتهایش در روزه نباشند، هیچ فضل و رحمت و برکت و ثوابی نمیگیرد. یعنی مسلمان باید چشمش را از حرام دور نگاه بدارد، باید غیبت نکند، باید به سخنهای بیهوده نگوید، کارهای بد نکند، اخلاقی نکو داشته باشد. در حدیث صحیح آمده است، میگوید که خداوند جل و علا اگر انسان از عملهای زشتش دست نکشد، هیچ احتیاجی به همون روزه او ندارد. از روزه تنها چی میرسد؟ گرسنگی میرسد و تمام، دیگر هیچ اجر و پاداشی ندارد اگر اخلاقی نکو نداشته باشد، اگر چشم و دهانش، اخلاقش روزه دار نباشد. روزه از چی؟ روزه از معصیت، از بدیها. پس برادران عزیزم، همه ساعتها و همه لحظه های خود را غنیمت بشماریم و این روزهای مبارک با برکت را برای خیر دنیا و آخرت خود استفاده کنیم تا خداوند جل و علا همه روز ما و شما را، عمر ما و شما را مبارک و با برکت گرداند.